سلام و درود خدمت یکایک لیان تروته های عزیز، دوستان مهربان و رفقای جان من. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. دوستان مهربانم، امیدوارم که حال دل همه شما عالی باشه، روزگار بر وفق مرادتون باشه و ایام بکام. در خدمتتون هستم با یک ویدیو کوتاه تازه که توی این ویدیو میخوام به شما بگم که آیا حس کیس مد نظر شما بهتون عشقه یا اینکه نه هوسه؟ اون علاقه‌ای که بهتون داره یک علاقه واقعیه، یک علاقه از عمق وجوده، یا یک هوس هستش که شما اون رو با عشق اشتباه گرفتید؟ نیت بکنید انرژی هاتون رو برای لیان بفرستین و ما رو حمایت بکنید تا یک در واقع انگیزه‌ای باشه برای اینکه بتونیم ویدیوهای بیشتر، ویدیوهای پر انرژی تر رو براتون آماده بکنیم. نیت کنید ببینیم که عشق اون به شما واقعیه یا هوسه. ببینیم این انرژی خوانی چه نتیجه‌ای رو به شما بازتاب میده، به شما برمیگردونه. لطفاً انرژی مثبت بدین، حتما لیان رو سابسکرایب داشته باشید و لایک و کامنت فراموشتون نشه. خب آیا عشقه یا هوس؟ آیا حس کیس مد نظر شما به شما عشقه؟ با 2 چوب شروع شده، 10 شمشیر، 8 شمشیر. یک کارت هم اضافه اومد. خب لیانی های عزیزم، چیزی که این انرژی خوانی داره به ما نشون میده این هستش که شما کلا در مورد رابطه و عشقی که این وسط هست ناامیدین. یعنی فکر میکنید که عشقی وجود نداره، رابطه‌ای وجود نداره، یا اون حس واقعی، اون انرژی واقعی که باید بینتون نیست. ناامیدین در مورد ارتباط، دوست دارید به آینده برسه، فکر میکنید در مورد داشتن آینده با کیس احساسیتون، اما فکر میکنید که مسیر رسیدن به اون آینده به شدت سخته، به شدت دشواره، یا انقدر توی درگیری با کیس مقابل احساسیتون بودین که احساس میکنید این رابطه جز سختی و فشار چیزی نداره و انگار خودتون رابطتون با کیس احساسیتون رو یک رابطه از روی هوس، از روی انرژی منفی و از روی ناخواستن میدونید و اصلا این رابطه برای شما پر از ابهامه، پر از ندانسته است و به همه چیز شک دارین، روی همه چیز دو راه و دو دلین و همه اتفاقهای منفی یا فکرهای منفی که شما در مورد این ارتباط دارین، همه فکرهای ناراحت کننده‌ای که شما در مورد این ارتباط دارین، همش نشأت میگیره از چی؟ نشأت میگیره از در واقع اعصاب‌خوردی ها، به هم خوردگی ها، قهر و آشتی هایی که بین شما اتفاق افتاده. تاروت میگه کات شدن هایی که بین شما اتفاق افتاده باعث شده شما دو راه و دو دل بشین روی این رابطه و فکر بکنید این رابطه پر از مانع، این رابطه پر از بستگیه و شاید اصلا کیس مقابل شما رو دوست نداره، شاید اصلا کیس مد نظر شما اصلا به شما هیچ علاقه ای رو نداره. تاروت میگه کیس مد نظر تو آدم پنهانکاریه، کیس مد نظر تو آدمی هستش که زیرابی میره، کیس مد نظر تو آدمی هستش که در واقع خیلی از مسائل زندگیش رو عنوان نمیکنه، حتی ممکنه یه جاهایی بهت دروغ بگه، ولی
این دروغ گفتنش، این زیرابی رفتنش جزئی از شخصیت اون هستش. ببینید من نمیگم این شخصیت درسته. حالا یه سری میان کامنت میکنن میگن که این حرفا چیه میزنی، چه صحبتیه، چرا همه چی رو عادی سازی میکنی. ببینید من قصد عادی سازی به هیچ وجه ندارم. من دارم اون چیزی که میبینم رو به شما میگم و اصلا شخصیت این آدم ها رو تایید نمیکنم. اینجا میگه چی؟ میگه کیس مد نظر تو پنهانکار دروغگو زیرابی رو هست، اما تو رو دوست داره. چرا؟ چون هر چی که میسنجه توی آدمی هستی که مطابق معیارهاشی. ببینید هر کسی برای دوست داشتن اشخاصی یا برای اینکه کسی بیاد تو زندگیش یه سری معیارها داره. کیس مد نظر شما طبق معیارهای زندگیش هستین. شما طبق اون چیزی هستین که اون برای کیس احساسیش مد نظرش هستش. و اینکه دروغ گفته، پنهانکاری کرده یا زیرابی رفته، علتش این نیست که شما رو دوست نداره یا کلا دنبال هوس بوده. علتش این هستش که در واقع کلا یک شخصیت دروغگو یا یک شخصیت منفی داره. اما چیزی که هست اینه که شما رو دوست داره، حتی زمانهایی که از شما دوره. تاروت به من میگه که خیلی به شدت توی تنگنا و ناراحتی قرار میگیره و احساس طرد شدگی میکنه، اما سعی میکنه حالا هر جوری که شده خودش رو سرگرم بکنه تا خیلی نخواد درگیر ارتباط بشه. نمیتونیم بهتون بگیم عاشقتونه، خیلی دوستتون داره یا میمیره براتون، اما اینطور هم نیست که کلا شما رو برای هوسش بخواد. شما رو دوست داره، شما طبق معیارهای داشتن یک رابطه هستین براش، کیسی هستین که دوست داره باتون تو رابطه باشه و کلا هم اینطور نیست که دنبال هوس‌هاش باشه. فقط درسته که حالا اشتباه داره، دروغ داره، زیرابی داره، خودخواهی داره و مشکلات رو توی این رابطه رقم میزنه، اما با این همه از شما خوشش میاد و شما رو دوست داره و صرفا دنبال هوسش نیست. و حتی تاروت با کارت رستاخیز که خودش یهو اومد این وسط و اضافه برداشت رو داره بهتون میگه که حتی خیلی جاها به این فکر میکنه که رابطش با شما رو به دیگران بگه، رابطش با شما رو به دیگران شرح بده، توضیح بده و شما رو به اطرافیانش، به خانوادهش، به دوستانش و به نزدیکانش معرفی بکنه. یعنی اونقدر معیارهایی که میخواد رو دارید. پس عاشقتون نیست، اما اینجوری هم نیست که صرفا در کنار شما دنبال هوسش باشه و کیسی هستین براش که دوست داره باتون در ارتباط باشه، از شما خوشش میاد، اما در کنار این خوشش اومدن خب بالاخره کشش جنسی بهتون داره و دوست داره امیال جنسیش هم نسبت بهتون برطرف بشه. لیانه های عزیز، امیدوارم که استفاده کرده باشین و لذت برده باشید. ممنون که با ما هستید. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.